رانندگی موتر به خصوص در غرب برای اجرای وظایف روزمره ما یک امر ضروری است و در امور زندگی روزانه ما سهولت و رفاه ایجاد می‌کند. ما همه برای به دست آوردن جواز و یا لیسنس رانندگی بسیار تلاش و آمادگی به خرج می‌دهیم و طی مراحل، شرایط و گذرانیدن امتحان‌ها بالاخره موفق میشیم و لیسنس رانندگی خود را اخذ میکنیم. با ما تا این مرحله مکرر گفته میشه که موقع تحت تاثیر مشروبات الکلی و یا مواد مخدر باشیم جدا از رانندگی پرهیز کنیم. با تاسف بعضی ها گاهی اوقات در حالت مستی یعنی تحت تاثیر مشروبات الکلی و مواد مخدر نقیه اشترینگ ششته و به رانندگی میپردازند. در این حالت این افراد جلو و فرمان این اسلحه کشنده چند تنی را در حالت نشه به دست میگیرند که اکثرا عواقب رقتبار و گاهی هم مرگبار در قبال دارد. افرادی که تصمیم بدی میگیرند و در حالت مستی رانندگی میکنند باید بدانند که اینها نه تنها با زندگی خود بازی میکنند بلکه جانهای شیرین رانندگان و افراد دیگر را نیز در معرض خطر قرار میدهند. پلیس در کانادا و آمریکا رانندگی در حالت مستی را بسیار جدی پیگیری میکنند و این عمل خطرناک در امریکای شمالی از جمله جرایم جنایی شمرده می شود. از نگاه قانونی این افراد متهم به جرم جنایی می شوند، دستبند زده می شوند، لیسنس رانندگیشون از نزدشان گرفته می شود، موترشان برای مدت نگه داشته می شود، عملشان برای وزارت ترانسپورت و شرکت بیمه راپور داده می شود و برای مدت طویل راننده ممنوع درج کامپیوترها می شود. این افراد تقریبا 1 سال بعد به محکمه اظهار می شود و بسیار ممکن است با وجود مصارف گزاف فیس وکیل، پرداخت تیکت های جریمه، مصرف دوباره به دست آوردن موترشان، باز هم اینها مجرم شناخته شوند و دوسیه جنایی تحت اسمشان ثبت شوند و برای مدت زندانی نیست شوند. از زمانی که این افراد راننده ممنوع درج شدند تا فیصله قاضی در محکمه حق رانندگی را ندارند و اگر قبل از روز محکمهشان به رانندگی گیر شوند ایشان دوباره توقیف می شوند و جدا از جرم ابتداییشان با یک جرم جنایی تازه دستبند زده میشن و موترشان برای مدت طولانی تری از نزدشان گرفته میشن و باید به محکمه برای این جرمشان حاضر شوند و دوباره مصارف گزاف وکیل را بپردازند. اکثرا صدمه‌ای که این افراد میبینند شامل مشکلات فامیلی، لطمه در عزت، مقام و حیثیتشان در فامیل و اجتماع، از دست دادن شغلشان اگر وابسته به رانندگی باشند، مشکل کاریابی در صورت داشتن دوسیه و سابقه جنایی، ممنوع الورود در بعض ممالک و مسلماً دچار مشکلات مالی نیز میشوند. خلاصه نظم زندگی خانوادگی و اجتماعیشان کاملا برهم میخورد. طبق آمار در کانادا رانندگان نشه سالانه باعث اضافه تر از 200,000 حادثات ترافیکی میشن و بیشتر 60,000 اشخاص سالانه از اثر این حادثات مجروح و صدمه مالی و جسمی میبینن. سالانه تقریبا 1082 فرد از اثر این عمل مرگبار هلاک میشوند و مطمئنند که هیچ تن از این رانندگان پلان نداشتند تا الکل بنوشند نشهشان و به قصد کشتن بیگناه برای و رانندگی کنند.
رانندگانی که در حالت نشه موجب معیوبی و کشته شدن شخص میشن. برایشان دشوارتر است ملاحظه قانونی و زندانی شدن. سنگینی بار گناهی است که تا ابد بالای ضمیرشان عمل میکنند. باید بدانیم که جواز رانندگی جز حق و حقوق ما نبوده، بلکه یک امتیاز است و در صورت تخلف این امتیاز را دولت از نزد ما میگیره که کاملا قابل درک است. این امتیاز را باید از دست ندهیم، چون هنگام دستگیری این تنها چیزی نخواهد بود که از دست خواهید داد. مقام، عزت، غرور، شغل، آزادی و حتی حیات خود را نیز از دست خواهی داد. نوشیدن مشروبات الکلی حق شماست، ولی رانندگی در حالت مستی جرم است و جنایت. امیدوارم دوستان و رانندگان عزیز مسئول، محفوظ، محتاط و محافظه‌کار باشید. مخلصتان آرون جاهد.